بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا شهر استراسبورگ در فرانسه، همون جایی که به اسم پایتخت اروپا معروف است. درباره کتاب امام صادق مغز متفکر جهان شیعه که حالا به ظاهر ترجمه یا نوشته یا اختراع آقای ذبیح الله منصوری میخواستم بگم که این کتاب اصلا هیچ وجود خارجی نداشته که ایشون ادعا کرده که من این رو ترجمه کردم به فارسی. اصلا چنین چیزی وجود نداشته. در شهر استراسبورگ مرکز مطالعات اسلامی یا هیچ چیز دیگه به این عنوان وجود نداشته. من اینجا خودم عضو شورای ادیان این شهر هستم و این شهر رو به خوبی میشناسم. نه چیزی به نام مرکز مطالعات اسلامی اینجا وجود داشته، نه یک مرکز اسلامی، هیچ چیزی اینجا نبوده. این کتاب رو واقعا نمیدونیم آقای ذبیح الله منصوری از کجا در آورده، از کجا اختراع کرده و از کجا این کتاب رو برای خودش حالا ساخته و بافته که واقعا امام صادق علیه السلام خب اینقدر فضائل و مقامات داشتن که نیازی به چنین شاید نوشته هایی نبود. اما اینجا الان ساختمون مری یا شهرداری استراسبورگ هست که من همین الان اتفاقا اینجا با مسئول ادیان جلسه ای دارم و دارم وارد اینجا میشم. دیشب هم من با ایشون مفصل در این زمینه صحبت کردم که آیا چنین در واقع کتابی وجود داشته، چنین مؤسسه مرکز مطالعاتی چیزی. کاملا اظهار بی اطلاعی میکردم. اینجا مری استراسبورگ هست و از داخل اونجا هم اگر فرصت شد همین گزارش رو میگیرم که اصلا چنین چیزی، چنین کتابی نه وجود داشته. نه حتی من که اولین نفر نیستم این رو میگم، اما من تحقیق مفصل کردم، دیدم که این کتاب هیچ وجود خارجی نداشته. این مؤسسه اصلا وجود نداشته، مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ، خصوصا اون موقع. الان که اصلا نیست، اون موقع هم که نبوده و به هر حال نمیدونیم این کتاب از کجا اومده. خب اینجا همون دفتریه که گفتم، اما خب یه خود جلسه است، یه مقداری باید آروم صحبت کنم. اینجا دفتر ادیان استراسبورگ و ایشون هم مسئول بخش ادیان. من با ایشون مفصل قبلا صحبت کردم و درباره این کتاب مغز متفکر جهان شیعه و مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ اصلا چنین چیزی وجود خارجی نداشته و نداره. اینم یک مجسمه زیبایی است. حالا گفتم تصویرشو بگیرم. یکی از ادیان و مذاهب اینجا بهشون هدیه دادن در این جلسه ها که تصویر مبارک در واقع تمثال پیغمبره که تمام دعای جوشن کبیر روی این جوشن، روی این سپر نوشته شده و اینم اینجا تصویر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من لا اله الا انت اینجا هست. الامان خلصنا من النار اینجا و تمام روی نام دعای جوشن کبیر نوشته شده. به هر حال من گفتم که این کتاب مغز متفکر جهان شیعه و این در واقع مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ وجود خارجی ندارد. یا علی خدا نگهدار.